قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز با هم درباره لباس هایی که پوشیدنشان جایز است و اینچنین لباس هایی که پوشیدنشان هرگز جایز نیست، چه برای زنها چه برای مردها صحبت میکنیم و اساساً موضوعی که امروز با هم میگیریم درباره لباس های ممنوع خاص مردها می باشد. و اینجا چطوری که میدانید گویا که با تقدم زمان و با پیشرفت کردن کل حیات، لباس ها هم دارد هر روز پیشرفت میکند و هر روز یک مد جدید برای مردها هست، برای زنها هست و هر روز یک لباس را یا از خود تلویزیون ها یا در بدن یک نفر میبینیم و اکثریت نفرانی که میخواهند از روی شریعت لباس پوشند و موافق شریعت زندگی کنند در حیرت میافتند که این لباس آیا حلال باشد و یا حرام باشد و آیا میشده باشد که این نمود لباس ها را ما نیز استفاده کنیم. و در مورد زیب و زینت و آرایش ها نیز نسبت مردها چی از استفاده کردن طلاواری باشد، چی از استفاده کردن نقره و یا ساعت و یا چیزهای دیگر باشد، خیلی ها در تعجب هستند که امروز که میبینیم علل خصوص در کشورهای پیشرفت کرده خیلی زیاده از جوانها مثل زنها از جواهرات استفاده میکنند. حتی در کشورهای مسلمان نشین هم حکم این نمود زر و زیور برای مردها چه است و آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشتر داشتن گویان می توانیم کلی جواهرات را و یا تمام آرایش هایی که از نقره ساخته شدند برای مردها حلال کنیم یا نه؟ اینها را همش رو با هم در این صحبت یا در این برنامه میگیریم و امیدوار هستیم که از این موضوع یا از این خود معلومات هایی که در برنامه گفته می شود برای شما داده می شود از این استفاده خواهید کرد. پیش از همه در بعضی از کتاب های تاریخ علل خصوص نفرانی که تاریخ را از لحاظ دینی و از لحاظ فلسفه و طبیعت و چیزهای دیگر نوشتن، همیشه میگویند که مردم یا انسان وقتی اولین بار در دنیا زندگی میکرد هرگز لباس نداشت، گویا آنها بی لباس زندگی کردند، بعداً کم کم عقل آنها پیشرفت کرد و دیگر لباس چه است اینها را یاد گرفتند، در حالی که در قرآن کریم آمده است که هنوز حضرت آدم همراه همسرشان به زمین نفر آمده آنها لباس داشتند و به سبب گناهی که در جنت مرتکب شدند لباس آنها همچون عقاب و یا یک علامتی اینکه آنها گناهگار هستند از تن آنها کشیده شد. و الله در قرآن میگوید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشه و لباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات الله لعلهم یذکرون. ای فرزندان آدم، ما برای شما لباس را نازل کردیم. معنایش این است که شاید به سبب باران برای شما گیاه و پخته و چیزهای دیگر میروید که از آن لباس میگیرید و یا لباس یک برکتی از ما است که ما برای شما دادیم تا اینکه هم خود را پنهان کنید و هم اون لباس برای شما گرمی باشد و دیگر از سرما و از گرمی ها شما را نجات دهد. و لباس از اول پیدایش انسانیت همچون رحمت پروردگار وجود داشت و قرآن کریم خلاف سخنهای هست که میگویند مردم رفته رفته لباس پوشیدن را آموختند و گویا که در آنها پیشتر لباس نبوده است. و عجیبش این است که وقتی که به تاریخ قدیمتر نگاه میکنیم چی به دین یهودیت و یا نصرانیت و حتی بودا و دیگر دینهای عموما باطلی زمینی میبینیم که پیروانش هرگز برهنه نبودند.
و مسیحیت هم اگر به اصل مسیحیت نگاه کنیم چگونه که میبینیم که راهبه ها یا خود منشکه ها هم میگویند الان با لباس کاملا حجابی خودشان را پنهان کرده میگردند و یهودها هم وقتی به معبدشان یا به عبادتگاهشان داخل میشوند کاملا خود را زنهایشان پنهان میکنند و پیشتر هم هرچی به زمان قدیم نگاه میکنیم میبینیم که زنها پوشیده تر بودند، برعکس که هرچی زمان پیشرفت کرده ایستاده است گویا که لباس هم از بین رفته ایستاده است که سال از سال دارد لباس ها کوتاهتر و تنگتر می شود و حتی لباس زن مسلمان هم امروز می بینیم که با نام مد آنقدر تغییر یافته است که بعضی از لباس ها را حتی گفته نمی شود که این حجاب اسلامی می باشد و البته ناگفته نماند که این برهنگی ها و انسان هرچه خود را برهنه می کند این ذیب حیوانات است و کم بودن عقل او را می فهماند و کم بودن مدنیت او را می فهماند و این هرگز به آن اشارت نمی کند که انسان های با مدنیت بودند. برای همین هم خودی کشیده شدن لباس از حضرت آدم و حوا را در قرآن کریم به شیطان منسوب کرده است. الله و میگوید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما. هرگز شما را شیطان به فتنه خود گرفتار نکند چگونه که پدر و مادر شما را از جنت خارج کرده بود لباس آنها را از تنشان کشیده بود. یعنی کشیدن لباس، برهنگی، اینها همش از خودی وسوسه های شیطان و یا از زینت های شیطان می باشد. و اینجا نگفته هم نماند که عزیزان وقتی در تاجیکستان ما امروز بعضی ها برآمده حتی از منبرها از بلندی ها از آن صحبت می کنند که حجاب این رمز زنی تاجیک نیست، حجاب این کار عرب ها هست، زنی تاجیک باید لباس ملی بپوشد. وقتی به شاعره های قدیمی تاجیکستان نگاه میکنیم از زیبونیسا و دیگر شاعره های قدیمتر میبینید که همشان در سر حجاب داشتند و یگانتی آنها با توقه و با کرته های اطلسی نیم آستین و برهنگی برآمده شعر نمیگفتند و نمیگفتند که من فارس زبان هستم و از این فخر میکنم. انا الان برآمده است که میگویند گویا که این یک رمز عقب ماندگی باشد. و اینجا شروع میکنیم به خود لباس پوشیدن و بیایید اولا کمی درباره سطر عورت صحبت کنیم. اولا درباره سطر عورت یا خود تا کجا مردها باید پوشیده باشند، برای آنکه خیلی سوال می آید که امروز که خیلی زیاد از خواهر و برادران علل خصوص مردها به ورزش مشغول هستند، آن لباس های ورزشی که در میدان فوتبال می پوشند یا اینکه در تالارهای ورزشی می پوشند زانوهایشان برهنه است، زانوی آنها نمایان است. آیا این کشف عورت است و گناهکار می شوند؟ و چون در اکثریت کشورهای غرب و روسیه فرزندان ما هم به تالار ورزشی می روند و دیگر فوتبال و این چیزها می روند، لباسی که به آنها از طرف مکتب داده می شود کشف زانو هست و این تا چه اندازه به کشف عورت مرد دخل دارد و آیا به این کارش گناهکار می شود یا گناهکار نمی شود. برای همین خواستم همین نکته رو ذکر کنم که عزیزان یگانه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زانو عورت است، زانوی مرد باید پنهان باشد، یگانه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. در بقیه جمهور مذاهب زانو رو اگر نپوشید هم باکی ندارد، چی در نماز پوشید بهتر است برای آنکه خود سانی پا حتما پوشیده شود، اما زانو رو اگر در کوچه یا در ورزش عموما زانوی مرد گشاده باشد باکی ندارد. و در این باره یک چند حدیث هم آوردگی هستند که همه حدیث ها رو اگر جمع کنیم پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی کم زانویشون نمودار بود، ولی اساسی چیزی که بود گاهی بود که صحابگان میگویند من چشمم به زانوی پیامبر افتید و یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث حضرت عایشه آمده است زانویشون گشاده بود و تا زمانی که حضرت عثمان داخل نشدن نپوشیدن. و از اینجا میگویند در نزد جمهور علما خودی زانو را پنهان کردن این حتمی نیست و حدیث در دارقطنی هست که عورت الرجل ما بین سرته الی رکبته، عورت مرد از مابین ناف تا زانو هست که جمهور علما میگویند وقتی تا زانو گفتید زانو داخل نمی شود،
و لیکن ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند تا زانو هم داخل می شود، ولی تمام علما اتفاق هستند که زانو پنهان باشد بهتر است، لیکن برای عورت بودنش یگانه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست و جمهور هم دلیل های زیاد دارند که از زانوی مرد گشاده باشد هیچ باکی ندارد. و برای همین بعضی از نفرانی که میگویند در تالارهای ورزشی فرزندان ما و یا خودی مثلا برادران مشقت میکشند که زانو گشاده شد و آیا این به گناه کبیره داخل شد؟ انشاءالله به گناه کبیره داخل نمی شود، چون مسئله اختلافی است و جمهور علما به آن هستند که زانو از عورت نیست. و درباره سطر عورت زن هم که خیلی زیاده از خواهران میپرسند که آیا پایهای زن عورت می باشد؟ حتما باید پایهایش را پوشاند. در نزد جمهور علما پای زن عورت می باشد و باید هر دو پایش چی در نماز چی در خارج نماز پنهان باشد. یگانه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خلاف جمهور میگویند پایهای زن مثل دو کف دست هست و مثل کف دست میتواند گشاده باشد. ولیکن اگر به تقوا نگاه کنیم یا به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند مردها نباید از کعب پای یا بجلک پای درازتر لباس پوشند که این از لباس خیلا هست یا اهل تکبر است و انسان را داخل دوزخ میکنند. ام سلمه میپرسند که پیامبر الله زنها چی؟ اگر زنها هم فقط تا بجلک پای ها لباس پوشند پایشان نمایان میشود، پای که عورت است از این سوال. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن این طور باشد زنها میتوانند از زانو تا آخر پا یعنی از نصف ساق میگویند یک وجب دراز کنند کرته هایشان را. و ام سلمه میگویند یک وجب دراز کنند هم پایهایشان نمودار میشود، میگویند دو وجب دراز کنند از آن زیادتر نکنند که از نصف پای اگر دو وجب دراز کنیم کاملا تا آخر پا پنهان می شود. برای همین در نزد جمهور علما پای زن خودش عورت می باشد. و اینجا درباره دخت لباس خیلی یک مسئله هست که اکثریت گمان میکنند لباس شخص مسلمان چی زن باشد چی مرد یک دخت معین دارد که باید همان طرز دخته شود، که حتی بعضی ها میگویند این نمود فوتبالکا میگویم یا مایکه هایی که پوشیده میشود پوشیدنش جایز نیست، یا بعضی از لباس هایی که از شلوار و از شم و از اینها پوشیدنش جایز نیست. عزیزان، در شریعت در کتاب های فقه شرط هایی را گفتن که در لباس شخص مسلمان باید وجود داشته باشد. اولا نباید آن لباس برای فخر پوشیده شده باشد، یعنی لباس نباشد که مردم وقت دیدن با یک چشمی ها این چگونه لباس پوشیده است حیرت نگاه نکنند، که دربارش کمی بعد دلیل هایش را هم ذکر میکنیم. و این چنین نباید لباس تنوک باشد که بدن نمایان شود یا شفاف نباشد، یا گفتیم لباس اونقدر تنگ باشد که تماما اعضای بدنی چی زن چی مرد را جدا جدا نشان ندهد. اما درباره لباس زنها باید دراز باشد و تا نزد پای باشد و اگر کمی کوتاه‌تر رو دیگر از زیرش شلوارهای وسیع پوشیدن که عموما به فخر و زیب و زینت نیست باکی ندارد. اما مردها تا زانو هم میتوانند، لیکن یک دخت معین باشد که با همین شکل دخته شود که حتما باید لباس زن همین گونه دخته شود یا لباس مرد همین گونه دخته شود. در یگان جا این حتمیت نیست. برای همین میبینیم که هر یک عرف و عادت هر یک کشور لباس خود را دارند، اما حتما برای اون گوییم که این لباس زن مسلمان است باید به این شرط ها راست آیند. پس کرته های نیماستین اطلس یا کرته های میانش خیلی خیلی باریکی که در تاجیکستان هست و یک رویمال یا روسری کوچک را از پشت سر با نمایان کردن گردن ها می پوشند و از زیرش چیز پوشند، هم این لباس کاملا لباس ملی میگوییم درست است، اما لباس زنی مسلمان است که زنی مسلمان باید لباسش کاملا بدنش را پنهان کند و جز چهره و دو دستش که در نزد جمهور علما نپوشد هم می شود. و در حالی که بعضی از علما از جمله امام احمد حنبل میگویند نه، چهره و دست هم باید پنهان باشد. و گفتیم یکی از شرط های اساسی به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم این است که لباسی که می باشد نباید آن لباس تکبر و فخر باشد. یعنی اگرچه به طور یک لباس خاکسارانه و یا ارزان باشد هم پوشنده اش
اول شده یکی به مردم خودم را نشان دهم، مردم یکی به لباس من با حیرت نگاه کنند و یا عموما در همان عرف نیست و خواهد نخواهد وقتی پوشیدید، مثلا لباس در مصر عادی هست یا در یک کشور دیگر عادی است، اما در داخل تاجیکستان وقتی پوشیدید مردم حیرت زده می شوند که این چی بوده است، الکی لباس فخر می شود، مگر اینکه لباسی باشد که عادی و فقط برای ستر عورت مردم حیرت زده شوند، هم اینجا باکی ندارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در حدیث بخاری: کلوا و تصدقوا و البسوا فی غیر اسراف ولا مخیلت. شما بخورید، صدقه کنید، لباس بپوشید، اما اسراف هم نکنید و فخر و تکبر هم نکنید. یعنی لباسی که میپوشید نباید به خاطر فخر و تکبر باشد که عذر زیاد که خیلی زیاد زنها حتی لباسهای اسلامی خودشان رو به یک لباس فخر و تکبر الان تغییر دادن و پیدا می شود مردهای هم که یک لباس رو مخصوصی اون که فخر کنند که بعد از پوشیدن الکی راهگردی دیگر می شود، صحبت دیگر می شود، حتی نگاه ها دیگر می شود، برای فخر و خودنمایی می پوشند. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: من لبس ثوب شهرت فی الدنیا البسه الله ثوب مذلت یوم القیامه. هر کسی که لباس شهرت و خودنمایی در دنیا بپوشد، الله او را در روز قیامت به لباس خواری و ذلت میپوشاند که او سببی در دنیا فخر کردنش سبب شرمندگی او در آخرت می شود. پس هرچی پوشیدید هم مقصد خودنمایی باشد، مقصد خود را به دیگران نشان دادن و فخر و تکبر بالای دیگران باشد، این لباس الکی لباس آتش است و انسان گناهکار می شود. و عجیبش این است که وقتی به خود نصوص های شریعت نگاه میکنیم، همیشه شریعت بندگان را به تواضع یا خواستگاری امر میکند و حتی در خود لباس هم امر میکند که خاکسارانه بپوشید، خودنمایی نکنید، تکبر نکنید، چیزی را نپوشید که وقتی میپوشید خودتان را از مردم بالاتر دانید. برای همین وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره لباس و کبر صحبت میکنن، یکی از صحابگان میگویند: من دوست میدارم که پایافزالم و لباسهایم تازه باشند، زیبا باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: الله زیباست، زیباگی ها را دوست میدارد، ولیکن کبر این بطر الحق و غمط الناس. کبر این است که حق را نمیپذیری و مردم را تحقیر میکنی. وقتی لباس من چنان است گویان برآمدید خود را از دیگر بالا دانستید، این تکبر است. اما به خاطر عادی که هر کس هم میپوشد من هم میپوشم، این باکی نیست. مقصد از فخر یا اینجا مخیله که در حدیث آمده است خودنمایی کردن با لباس تا که دیگران را تحقیر و پس شماریم و خود را بالاتر دانیم. و از لباس هایی که خاص برای زنهای مسلمان حلال است و برای مردهای مسلمان حرام است، این حریر می باشد و حریر رو ابریشم هم میگوییم و خیلی زیاد با کلمه روسی شالک استفاده میکنند که اکثرا در تاجیکستان هم شالک رو میگویند. و در ما یک چند حدیث آمده است چی در صحیح بخاری و کتاب های سنن دیگر که پیامبر صلی الله علیه و سلم به یک دستشان حریر را یعنی شالک را، به دست دیگرشان طلا را گرفته گفتند این هر دوی همین چیز یعنی شالک و طلا برای مردهای امت من حرام است و برای زنهای امت من حلال می باشد. و در حدیث دیگر دو انگشت که اشاره کردن که با انگشت سبابه و انگشت مابینی دست که گفتم مگر به قدر هر دو همین انگشت اگر در لباس شما حریر یا شالک وجود داشته باشد باکی ندارد. برای همین برای مردها قطعاً حرام است که شالک بپوشند و چی در داخل خانه باشد، چی در بیرون باشد، چی احرام باشد، هر جا باشد هم لباس شالک هرگز یا حریر جایز نیست، مگر یک مقدار کمی که مثل دو انگشت اگر با یگان رسمانی ابریشمی یا رسمانی حریری به اطراف کرته یگان زردوزی کرده شده باشد یا یک مقدار کمی رو در یگان جایش چسبانیده شده باشد. ولیکن در حالت هایی که انسان بیمار است
و او یگانه با خود پوشیدن شلک معالجه می‌یابد و چیز دیگری نیست، جایز می‌باشد پوشیدن خود حریر یا شلک. برای آنکه وقتی که عبدالرحمن ابن عوف و خودی زبیر ابن عوام بیمار می شوند، اون هم بیماریه که حدیث در ترمذی است، به تمام بدنهایشان خارش می برارند، یعنی از نمودهای خارشک یا سرخچه‌ای که کل بدن را بیمار می کند و دیگر درمان برای آنها پیدا نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند تا زمان صحت شدنتان شمایان از شلک استفاده کنید، یا گفتیم از ابریشم استفاده کنید. پس خودی شلک را در وقت بیماری هم مردها می توانند استفاده کنند، اما فقط برای درمان. وقتی که دیگر بیماری از بین رفت حتما باید از بدن کشیده شود. و اینجا بسیاری سوال میکنند که عجیب است چرا محض خودی شلک یا ابریشمی که خیلی یک قماشی هست یا لطه‌ای که خیلی مهین است و انسان در وقت پوشیدن راحت میکند و طبیعی 100% هم هست، اون یگان خیلی سینتتیک ندارد یا اینکه یگان مواد خمیکت ندارد، برعکس لباسایی که از خطای همه جا رو پر کردند و داخلش همش خمیکت هست، چرا همین لباسی که طبیعی 100% هست برای مردهای مسلمان حرام باشد؟ و اینجا یک چند سببش را علما در شرح حدیث می آورند و می گویند اولین سببش این است که مردها در چیزی که دوست می دارند من نمی پوشم گویان، گویا که با نفس خود مجاهده کردن را یاد گیرند. یعنی که نفسم میخواهد، طبیعت انسانی هم میخواهد، اما من این را نمی پوشم چون این را شریعت من کرده است و مرد با این کارش یک مجاهده کردن با نفس را یاد میگیرد. چیزی دیگر میگویند دوری از فخر است، چون همیشه در همه دور و زمان خودی ابریشم و یا شلک نرخش بلند است، یکی از اولین درجه های قماش می باشد و برای اون که این رو پوشیده مبادا انسان با خود فخر نکند که خواه و نخواه خیلی که گفتیم مظهر انسان به طبع انسان به خاراکتر انسان تاثیر دارد و نفرانی که لباس قیمت بها می پوشند نخواهند هم در راه گشتنشان در گفتیم طبیعتشان الکی یکم فخر و تکبر را دیده می شود. برعکس لباس نفرانی که لباس عادی می پوشند در چهره اشان خاکساری دیده می شود و البته نفرانی که هم لباس های دریده و دیگر لباس های ژولیده و چنگ آلود می پوشند، غبار آلود، می بینید که روحشان هم روح افتاده است. برای آنکه خواهد نخواهد مظهر انسان به طبع انسان یا گفتیم به روح انسان یک تاثیر دارد. برای همین هم خودی در کتاب های فقه آمده است که برای نفری که شرایط دارد گناه است که لباس های دریده و پرچه پرچه بپوشد، برای اون که اول شده وی در حالی که شرایط دارد و خود را به این احوال آورده ایستاده است و گویا که نمیخواهد که مردم او را میانه حال ببینند و بیچارگان از او کمک طلب کنند. چیز دیگر در ما حدیث است که پروردگار دوست می‌دارد آثار نعمتش را در بنده هایش ببیند و باید شرایط خوب که داشته باشی لباس خوب هم داشته باشی و نباید از شرایطت پایانتر خود را به کمبغلی انداخت و پولهای خود را به جای پنهان کرد، لیکن تا اندازه نرود که الکی به فخر و تکبر رود. و میگویند خودی پوشیدن شلک هم خواهد نخواهد مردها را به تکبر میکشاند و یکی از سببهای اساسیش را میگویند خودی قماش شلک یا گفتیم لطه شلک خیلی مهین است و این خاص زنها است و هر چیزی که مهین است نازک است وی برای زنها میزیبد و مردها که دیگر شهامت دارند، جوانمردی و قوت و شجاعت دارند، برای آنها این گونه لباس های مهین و دیگر یک رنگ هایش بزن مانند گویا که نباید بپوشند. ولیکن چگونه که گفتیم اگرچه خیلی احادیث درباره حرام بودن حریر برای مردها آمده است، ولیکن در وقت بیماری که دیگر علاج آن را معالجه کردن با یگان دارو و درمان نیست، می شود که از شلک مردها هم استفاده کنند. و اینجا برابر اینکه برای مردها شلک پوشیدن جایز نیست، البته که برای زنها جایز است و در این باره احادیث هم است که دختران پیامبر هم از شلک پوشیده بودند و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به حضرت علی یک پارچه
حریر را داده، گفته بودند که بین فاطمه ها یعنی دخترت و همسرت و خواهرت و اینها از این تقسیم کن و حضرت علی بین آنها پاره کرده داده بودند همچون روسری از آن استفاده کنند. برای زنها هیچ باکی ندارد، لیکن برای مردها تماما بجز در بیماری ها جایز نیست. و این چونین خوب کردن در خود حریر و اون رو همچون چی گویم برای خود پیچانیدن هم برای مردها جایز نمی باشد. و مسئله دیگر درباره لباسی هست که خودی لباس برای مردها باشد و مانند به لباس های زنها باشد، یا برعکس لباس زنهایی باشد که مانند به لباس مردها باشد. و در اینجا احادیث خیلی زیاد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند متشبهین من الرجال بالنساء و متشبهات من النساء بالرجال، مردهایی که خود را به زنها مانند میکنند، چی در صحبت کردن، چی در لباس پوشیدن، چی در چهره اشان، چی در خلق های دیگر، و زنهایی که چی در پوشیدن لباس، چی در طرز آرایش یا صحبت کردن خود را به مرد مانند میکنند. اما نفرانی که چونین زاده شدن یا مادرزاد مرد است و کمی صدایش یا شکلش به دختر مانند است یا برعکس، اینجا باکی ندارد، چون او این چیز را برای خود کسب نکرده است، ولیکن باید مقاومت کند که در طبیعت خودش بایستد. و وقتی که همین حدیث رو میگیریم که مردهایی که به زنها مانند میکنند یا برعکس، اکثریت گمان میکنند که شلوارها یا بعضی از نمود بلیوک میگویند با زبان روسی، شیمهایی که هست برای زنها حلال نیست، چون آن به مردها مانند است. و یا اینکه برای مردها تماما به سرشان یگان نمود روسری کردن جایز نیست. چرا عرب ها به سر خود روسری های سفید میکنند یا سرخ رخت رخت میکنند در حالی که به مرد زن مانند میشوند میگویند. اینجا یک سوی تفاهم است عزیزان، برای آنکه لباس های هست که مشترک هست، آن را زنها هم استفاده میکنند، مردها هم استفاده میکنند، مثل جورب یا جوراب گفتیم، نسکی ها که بعضی نمود سیاهش رو مردها هم میپوشند، زنها هم میپوشند، یا اینکه بعضی از نمود شلوارها یا بعضی از نمود روسری که خیر البته برای مردها سفید است در دولت های عرب، زنها رنگ های سیاه میپوشند، ولیکن وقتی از کشورهای بیرون حاجی ها میروند آنها هم لباس سفید میپوشند. برای همین لباسی که اگر هم زن بپوشد هم مرد بپوشد یک لباس مشترک باشد اینجا باکی ندارد، در حالی که دیگر لباس ها یا دیگر خاراکترها رو به مرد یا زن مانند نکنیم. اما لباس هایی که خاص برای زن ها هست، مثل اینکه مثلا در تاجیکستان اطلسی مشهور ما که در همه چهاربینی ها میپوشند، اطلس خاص زن ها هست. گاهی میبینید که مردها از اطلس برای خود یگان کرته مردانه دوختگی هستند یا یگان جامعه مردانه دوختگی هستند، در حالی که اطلس خاصی زن ها میباشد. انا این به این حدیث داخل میشود. برای همین اینجا لباسی که بین زن و مرد مشترک هست از زن و مردها میپوشند، اینجا نمیگوییم به مردها مانندی کرده ایستاده. و یک اشکال دیگری که در اینجا اومده است، در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که من تشبه بقوم فهو منهم، هر کسی که به قوم خود را مانند کند او از آنها است، یعنی گناه میگیرد و حتی گناه کبیره. و آثار حضرت علی رضی الله عنه هم هست که میگویند هرگز لباس کاهنان را به بر نکنید، چون وقتی لباس کاهنان را به بر کردید شما از جمله آنها هستید. و من این حدیث را از پیامبر شنیده بودم. اینجا در زمان حاضر هم یا بعضی از نفران خیلی زیاد از لباس ها را میگویند این لباس کفار است، و حتی بعضی از زنها میگویند در خانه یگان لباس راحتی و کمی آستانش کلته و دیگر اینها پوشیده نمیتوانیم، چون شوهرم میگویند این لباس کافر هست. و بعضی از برادرها میگویند حتی پوشیدن کپ که یا بعضی از نمود ببخشید فوتبالکه ها رو برای ما میگویند این از کافرها هست. پس ما چیکار کنیم؟ حاضره در شرایط حاضر کدام لباس رو این لباس خاصی مرد مسلمان یا زنی مسلمان گوییم؟ اینجا هم یک سوی تفاهم در حدیث است، برای آن که حدیث در اینجا وقتی میگویم مانندی به کفار، یک لباس خاصی همان ها هست که فقط آنها میپوشند و دیگر کسی نمیپوشد، مثل لباس های در کلیسا می پوشیده یا راهب و راهبه ها می پوشیده، یا توقچه خورده که خودی
یهودها میپوشن، یا بعضی از لباس هایی که یا مثلا صلیب به گردن زدن، یا بعضی از لباس هایی که صلیب دارد یا یگان اشاره یهودی دارد یا یگان اشاره بودایی دارد یا یگان به یگان عقیده باطل یا دین باطل یک لباس مخصوص داشته باشد، انا این را وقتی پوشیدید 100% به این حدیث داخل می شوید. اما لباس های عادی که به یگان دین رابطه ندارد، مردم در بین خود می پوشند و مثل پای افزال هایی که یک چند نمود برآمده ایستاده است و لباس هایی که اساسا در تاجیکستان مردها به بر میکنند و یا زنهای مسلمان در خانه به بر میکنند، این را متشبهین بالکفار گفته نمی شود، چون وی لباس خاصی کفار نیست. آن را مسلمان ها هم استفاده میکنند، کفار هم استفاده میکنند. اما یک لباس باشد که فقط آن را کفار استفاده کند، کسی از آن به جز آنها استفاده نکند، گویا که شعاری غیر مسلمان ها باشد، چگونه که توقی خردکک شعار است برای یهودی ها، و یا صلیب، یگان لباس صلیب دار پوشیدن و یا به گردن صلیب کشیدن با یگان نمود جواهرات خاصی نصرانی ها هست. و این چنین بعضی از لباس هایی که در آنجا من با مسیحیت فخر میکنم یا من با یگان چیز دیگر فخر میکنم هست، انا این را میگویم لباس خاصی آنها که جایز نیست. اما لباس های عادی که همه مردم از آن استفاده میکنند و یگان در آنجا قصد دینی یا خود این برای خاص فلان دین نگفته است، اینجا کار ندارد. و اینجا یک مسئله دیگر است عزیزان درباره لباس پوشیدن. لباس زن مسلمان تا میتواند باید رنگهایش رنگهای چشمناگیر باشد، یعنی رنگهایی باشد که تندتر کشاد نباشد و با دیدن نظری دیگران را جلب نکند. انا برای مردها باشد دو رنگ آمده است در احادیث، یکی لباس هایی که با زعفران رنگ کرده شده است و اگر زعفران را در اینترنت هم میتوانید ببینید اساسا در ایران و در افغانستان استحصالش میکنن. گیاهی است که رنگ زردی چشمگیر دارد، یک زرد عادی نه، و وقتی میبینید خیلی روشنیش بلند است و یک زردی هست که گویا که زرد از حد روشن است. و درباره زعفران یک چند حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم خود مردهای مسلمان را از لباس های زعفرانی من کردن، یعنی لباسی که با رنگ زعفران رنگ شده است اون را من کردن، چون زعفران هم یک رنگ دارد که عموما به مردها نمیزیبد اگر اون گونه یک زرد خیلی چشمگیر باشد. و در داخلش رنگ سرخ هم هست. درباره سرخ بین علما خیلی اختلاف است، چون یک چند نمود حدیث آمده است. حدیثی است که وقتی مرد کاملا با لباس سرخ به نزد پیامبر آمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به سلام او جواب ندادند. و در صحیح بخاری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم لباس سرخ یمنی پوشیده بودند و خیلی به خودشان میزیبید و در مسجد خطبه میخواندند. برای همین اینجا علما جمع کرده میگویند اون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم لباس سرخ یمنی پوشیده بودند میگویند اون حدیث معنایش این نیست که پیامبر کاملا لباس سرخ پوشیده بودند. لباسشون سرخ لیکن رخت داشت، یعنی رختهای سیاه و سرخ داشت که با هم آمیخته بود و سرخیش زیاد بود. اما اینکه کاملا صبح سرخ باشد یگان رنگ دیگرش نباشد، این گونه پوشیده نبودند. به هر حال درباره رنگ سرخ پوشیدن مردها اکثریت علما میگویند مکروه هست، اما این گناهی کبیره نیست. بعضی از علما میگویند عموما نزدیکی نکند، بعضی از علمای دیگر میگویند مباح هست و هیچ باکی ندارد. اما درباره زعفران، یعنی با رنگ زعفران پوشیدن، اکثریت علما میگویند مکروه هست و بعضی از علما میگویند بهترش که نزدیکی نکند و این حرام می باشد. برای همین اینجا درباره رنگ سرخ و رنگ زرد هم بین علما اختلاف است و بهتر و بهترش برای از اختلاف ها دور شدن مردها نه رنگی یک لباس که یعنی کاملا سرخ باشد و خودمون هم میدونیم که کامل هم شیم و هم فوتبالکای سرخ پوشیدن برای مردها نمیزیبد، چون اساسا یک رنگ هست که این رو زنها میپوشند و البته در خانه، و رنگ زعفرانی هم یک رنگ هست که عموما شهامت و یا گفتیم یک
سیما یا ظاهری جوانمردی رو از مردها میگیرد. وقتی مرد یک رنگ زردی خیلی خیلی چشمگیر یا رنگ کاملا سرخ همه لباسهایش باشد، اما کمی سرخ در داخلش باشد، یا لباسی که در آن رنگ سرخ آمیخته شده است یا سرخ است و یک چند رنگ های دیگر هم هست، اینجا باک ندارد، چون در این باره حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین لباس پوشیده به منبر برآمده بودند. و اینجا مسئله دیگر عزیزان مسئله طلا هست. چگونه که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم طلا را برای زنهای مسلمان حلال، برای مردهای مسلمان حرام میگویند. ولیکن در ما حدیث است که وقتی که یکی از صحابگان در زمان جاهلیت در یکی از جنگ ها بینیش را از دست داده بود و به او بینی از نقره ساخته بودند، ولیکن وقتی که اون نقره در چهره او دیگر ثابت نمیماند و یک چند بار گزک میگیرد یا بیمار شدن میگیرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت میدهند که برای او یک بینی از طلا بسازید. یعنی به جای اینکه مثلا گفتم یک پارچه بینیش گرفته شده است یا بریده شده است و آنجا یک مقدار از طلا را بگذارید. برای همین اگرچه چه انگشتری چه طلا چه هر چیزی که از طلا باشد برای مرد مسلمان حرام است، لیکن برای دندان طلا اگر یگان متل دیگری برای دندان نباشد یا برای یگان عضو بدن را علاج همراه کردن به جز طلا نباشد، یعنی برای درمان یک بیماری اجازت شده است. اگرچه در شرایط حاضر با پیشرفت و تقدم امروزه طب دیگر هزار و یک نمود ساختن دندان ها هست، برای دندان طلا دیگر هیچ اینجا احتیاج نمانده است، اما گاهی می شود که در پیوست پای ها یا در بعضی از نمود بیماری ها برای مردها میگویند حتما طلا است، یا به بعضی از نمود انسان ها به جز دندان طلا دیگر تمام دندان ها گزک میگیرد و علاج ندارد به جز اینکه دندان ها را از طلا کند. انا در اینجا تقریبا در نزد جمهور علما چون مداوا هست یا گفتیم درمان درد است باکی ندارد. در غیر این هرگز خودی طلا را استفاده کردن هم برای مردها جایز نیست. ولیکن درباره نقره پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشتر نقرگی داشتند، آن هم در دست چپشان و در خردترین انگشتشان بود، یعنی در انگشت خردی دست چپشان انگشتر از نقره داشتند که اساسا با آن مهر میزدند یا گفتیم پیچد میموندند با زبان روسی که زیادتر استفاده میکنیم. در آنجا محمدون رسول الله نوشته شده بود و وقتی که دیگر به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته می شود که مکتوب هایی که شما به شاه ها یا پادشاه های دیگر کشور میفرستید تا زمانی که به آن مهر زده نشود یا گفتیم پیچت زده نشود نمیخوانند، پیامبر صلی الله علیه و سلم با این انگشتر خود مهر میزدند و میدونید که ورق ها در آن وقت دیگر بود خشن‌تر بود و وقتی با یگان چیز سختتر زده میشد دیگر به آن مهر زده میشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم با این انگشتر همیشه بودند. بعد از پیامبر ابوبکر صدیق، بعدن عمر خطاب، بعدن عثمان ابن عفان رضی الله عنهم اجمعین از آن استفاده کردند که تا اینکه از دست حضرت عثمان به چاه افتاد و گم شده بود. و همین دلیل به آن است که برای مردها از نقره انگشتر گرفتن جایز است، ولیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم یگانه یک دانه انگشتر داشتند و آن هم انگشتر بود و خیلی زیادی از جوانها در ترکیه هم خیلی زیاد دیده می شود، در بعضی از کشورهای دیگر هم به گوشهای خود گوشواره های نقره می کنند، به گردن خود گردن بندی نقره می کنند، حتی دستبان های نقره می کنند، گویا که وقتی گفته شد که نقره برای مردها حلال است همه این نمود هم گویا که حلال باشد. ولیکن به اتفاق علما بجز خود انگشتر دیگر یگان نمود زیب و زینت یا زر و زیور از نقره باشد هم، از آهن باشد هم، از نحاس و چیزی دیگر باشد هم برای مردها جایز نیست، برای اون که زر و زیور اصلا این خاص زنها می باشد و برای مردها این گونه زر و زیور یک گونه در انگشتر اجازه شده است. آن هم پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن مهر می زدند و بسیاری از علما در این باره با هم اختلاف دارند. بعضی ها میگویند انگشتر هم برای مردها فقط برای نفرانی که احتیاج دارند، یعنی صاحب یک
سلطه هستند و جاه و مکان دارند جایز است و آن هم در وقت مهر زدن پیامبر استفاده میکردن. لیکن بعضی از علمای دیگر میگن نه، در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشتر وجود داشت و دربارش یک چند حدیث ها هست. با که ندارد، حتی 2 انگشتر اندازد هم مرد، 3 اندازد هم، به شرط آن که آن انگشتر و انگشتر زنها مانندی نداشته باشد، خاص مردها باشد و البته که طلا نباشد. و از اینجا فقط این را هم دانیم که لیکن گردنبندهایی که گرفته می شود برای مردها چه از نقره باشد و این چونین هر نمود از دستبانه ها و دیگر گوشواره هایی که امروز استفاده می کنند یگان تایی از آنها جایز نیست و برای مسلمان زیبنده هم نیست. و اینجا عزیزان چگونه که گفتیم برای زنها باشد هیچ باکی ندارد، خواه از گوشواره های طلا داشته باشند، خواه دستبان داشته باشند، خواه گردنبند داشته باشند و این چونین خود نقره هم هیچ باکی ندارد. فقط مسئله در آن است که زنها وقتی که خود را با این نمود زر و زیورها آرامی دهند، آن را در خانه در نزد خویش و تبار خود علل خصوص محرم های خود باید آن را استفاده کنند، برای آنکه در قرآن کریم آمده است که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن تا آخر آیت. زنها نباید زر و زیور خود را، زیب و زینت خود را برای بجز شوهر و پدر شوهر، برادر، فرزندهای خود یعنی محرمهای خود و یگان نفر نباید آن زر و زیور خود را نمایان کنند یا به دیگران از آن نشان دهند. و اینجا یک مسئله دیگری هست که میخوام در میان گذارم. ما گفتیم درباره عورت زن که در نزد جمهور علما یعنی همگی اتفاق هستند که بجز چهره و 2 دست زن کل بدن زن عورت می باشد و باید همش را پنهان کند و فقط بعضی از علما میگویند چهرهش را هم حتی پنهان کند که مسئله از پیشتر اختلاف بود تا امروز اختلاف است. یک مسئله مهم درباره خودی عورت زن چگونه که گفتیم چهره و دست زن عورت نیست و در قرآن کریم هم در سوره نور آمده است که زنک زینت خود را میتواند در نزد محرم های خود نشان دهد، آن هم پدرش، برادرش، جیانهایش، تقایش، عمویش. اینها بعضی از نفران در تاجیکستان ما علل خصوص فکر میکنن برای زن عموما جایز نیست که بیروی مال یا بیروسری در خانه نشیند، حتی در نزد پدرت باشه هم در نزد محرم های خود تقا یا عمک یا جیانها یا برادر باشه هم حتما باید بالای سری تو روسری وجود داشته باشد، اگرچه از پشت سرت بسته باشد هم و گویا که عموما این در شریعت اجازت نیست، در حالی که در قرآن کریم وقتی آیت آمد که زنها می توانند زینت های خود را در نزد محرم های خود نشان دهند، اینجا در نزد جمهور علما گردن زن یا خود موی های زن و دستان زن تا آرنج و پای های زن تا زانو که در وقتی کاروبار کردن خواه و ناخواه کشاده می شود عورت نیست و زن می تواند بیروی مال یا بیرو سری در نزد محرم هایش باشد، با کرته های آستینش کلته می تواند در نزد محرمش باشد. البته مقصد از اینه که لباس تنگ پوشد یا لباس شفاف پوشد، نه، لباس در نزد محرم باشد هم اخلاق در جایش هست، لباس نباید تنگ و شفاف باشد، ولیکن اگر تو مثلا زیرای دست گفتیم و این چونین اگر گردن ها کشاده باشد یا روسری در سرش نباشد هیچ باکی ندارد که بعضی ها گمان میکنند اینجا خیلی خیلی گناهگار میشود. و مسئله دیگر درباره روسری بعضی ها حتی میگویند حتما در وقت خواب کردن زن باید روسری داشته باشد، برای آنکه فرشته ها میروند و گناهگار میشود و خواهرهایی هستند که 50 سال زندگی کردند و در حیاتشان به روسری خواب نکردند، در حالی که در قرآن کریم در آیت 56 آمده است که الله میگوید ای آنهایی که ایمان آوردید به خانه خواب شما یا به اتاق شما
وقتی که فرزندان نابالغ شما و یا اینکه خادمه های شما داخل می شوند، در سه حالت حتما باید اجازت پرسند: پیش از نماز بامداد، بعد از نماز خفتن و هنگامی که در نصف روزی از گرما خواب میکنید. و میگوید ثلاث عورات لکم، این سه حالت برای شما عورت است که شما شاید لباستان رو بیرون کرده خواب کنید. برای همین کودک های نابالغ شما اجازت پرسیده داخل شوند. کودک های به بلاغت رسیده شما هر زمانی که به نزد شما داخل می شوند اجازت پرسند. و این آیت دلیل به آن است که زن می تواند بی روسری خواب کند یا با لباس سبک خواب کند و این معنایش این نیست که فرشته ها می رود و گناهگار می شود، که بسیاری ها می گویند مخیل در همین باره شنیده ایم که گویا که اگر بیروسری خوب کردید گناهگار می شوید، یا اینکه در نزد پدر باشد هم، در نزد دایی باشد هم، در نزد محرم های خود باشد هم، حتما باید دست ها یعنی تو تقریبا کلی همون سطر عورتی که دارید یا حداقل سرها پوشیده باشد. ولیکن البته اینجا عرف هم هست که در عرف مردمی گاهی می شود که در بعضی از مکانها کاملا بیروسری ایستادن برای زن یک عیب است و باید در نزد کلانسالان بپوشد، که این را البته مربوط به عرف میکنیم، ولیکن گفته نمیتوانیم که اینجا او گناهگار است و این کارش درست نیست. ولیکن در مورد خود عورت مردها چگونه که گفتیم، یگانه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زانوها باید پنهان باشد، اما در نزد جمهور علما چی در کوچه باشد هم، در نزد خش و تبار باشد هم، زانو عورت نیست. ولیکن برای اون که خود فخیس گفته یعنی سانهای پا را میگویند و دربارش حدیث هم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم خدای نه به سان پای کسی نگاه کن، نه برای زنده برای مرده گفتگی هستند. برای اون که زانوها بالاتر کشاده شود دیگر به شک و شبهه نزدیکتر می شود، بهترش این است که پنهان کنند. و اینجا چه خیلی که گفتیم این معنایش این نیست که اگر مبادا کسی رو دیدیم که زانویش کشاده است کاملا او را گناهگار کنیم که این کاری را کرده ایستاده است که تماما گناهگار شده ایستاده است. و عجیبش این است که چطوری که درباره خودی کشادن زانو و این چیزها حدیث آمده باشد، همان قدر حدیث های زیاد درباره لباس های مخیله یعنی لباس هایی که برای فخر و خودنمایی پوشیده می شود احادیث زیاد است. گویا که برابر نفری که خودش را کشف عورت کرده کوچه می براید البته گناهگار است، برابر این نفرانی که هم خودشان را از لباس را برای زیب و زینت و برای عموما زیب و زینت نه خطا میکنیم اینجا برای فخر میپوشند، آنها هم گناهگار میشوند. و به این هم خیلی اهمیت داده شد که در جامعه امروزه ما خیلی خیلی زیاد نفران اساسا لباسی که میپوشند یا خانه‌ای که زندگی میکنند و هر کاری که میکنند اولین چیز این است که مردم یک بار دیده حیرت زده شوند، یک بار مردم نگاه کنند و دهانشان را گشاده مانند، که البته این داخل می شود و این حدیثی که الله هر کسی که با این نیت لباس پوشید او را در روز قیامت به لباسی خاری و زاری گرفتارش می کند و او به عوض این کاری که در دنیا کرد در این کارش هم گناهگار شد، هم به خاطر اون که دیگران را خیلی خیلی پست و ناچیز شمارید. و مسئله دیگر این است که لباس، مقصد از لباس پوشیدن اگر یواری سوعاتکم پوشیدن عورت باشد، تواضع باشد، برعکس این نفر این لباس را به خاطر آن پوشید که یکی خود نمایی کند، یکی بین مردم خودش را نشان دهد. برای همین این مسئله عزیزان خیلی خیلی جدی است. وقتی حتی خواهری که ستر عورت میکند یا برادر هم باشد و یک لباس رو از عربستان سعودی دراز و سفید پوشید و برآمد و اولین نیتش این نیست که سنت را به مردم فهمونم که این گونه لباس ها رو پیامبر میپوشیدن، نه، یکی مردم رو دیدند و دهانشان رو گشاده مانند الک لباس مخیله می شود. و این چنین لباس هایی که اگرچه کلا سطر عورت یک زن رو پنهان کند اما طرز دوخته شده باشد، طرز مد داشته باشد و یا طرز رنگ داشته باشد که عموما شما را میگیرد و تماما بین مردم خودتان را دیگر حس میکنید، این خودنمایی می شود و جایز نیست. و اینجا عزیزان سوال آمده است، سوال
اینجا آمده سلام علیکم، به پایپاق یعنی به نسکه یا جوراب نماز خواندن جایز است یا نه؟ درباره به جوراب نماز خواندن در نزد جمهور علما باید پایها پنهان باشد، برای اینکه وقتی ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیامبر میپرسند که آیا زن میتواند به ازار با کرته نماز خواند، که در آن وقت از زیر کرته ها هم مثل ازار تاجیکی نبود یک پارچه را میپوشیدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آره اگر پایهایش را پنهان کند. معنای پایهایش را پنهان کند اینجا به آن است که پس پای زن در نماز عورت است و چقدر که در نماز زنک عورت خودش را میپوشاند با خشوع نماز خواندن میگیرد و اگر پایها لوچ باشند در وقت سجده کردن، در وقت رکوع کردن هم خواطر میشود که شاید یگان جای از ساق بالای پای من نمایان شد. برای همین چون جمهور علما اتفاق هستند بهترش این است که پایها را در نماز بپوشانیم. سوال دیگر: السلام علیکم و رحمت الله. اپا جان، ساعت دستی که در اکرانش آیت قرآن نوشته شده است در دست کرده گشتن و به طهارت جایز است یا نه؟ یا که در حالت حاجت خانه در آمدن چی کار کنیم؟ پیش از همه چی انگشتر باشد، چی گردنبند باشد، چی ساعت باشد. اگر آیت قرآن باشد در داخلش یا اینکه محمد رسول الله یا یگان نام الله را نوشته شده باشد هیچ باکی ندارد، برای آنکه اینجا همچون تعظیم آن را در دستتان هست. فقط در وقت بی‌طهارتی هم هیچ باکی ندارد، برای آنکه آن قرآن کریم نیست، آیتی از قرآن کریم است و در داخل ساعت شما می باشد. چگونه که در داخل تلفنتان هم آیت های قرآن کریم است، لیکن البته که در وقت به حاجت خانه در آمدن آن را باید از دست گرفت و خیلی احتیاط شد که به زیر پا نافتد، برای آنکه بعضی از انگشترهایی که الله نوشته شده است یا محمد رسول الله نوشته شده است یا گردنبند ها، البته اینجا نمیگویم گناهگار استید، اما وقتی به زمین افتاد یا به حرمتی شد انسان گناهگار می شود. برای همین بهتر اگر وقتی خود را میشناسیم که اونقدر با اهمیت نیستیم و گاهی به یگان جای پرتافته میمونیم از اینها استفاده نکنیم، ولیکن وقتی خوب میدانید که با اهمیت هستید فقط در وقت قضای حاجت بچت میگیرید، در غیر این اون ساعت ها را استفاده کردن جایز است. و ساعت گفتید خیلی خوب شد، به یاد آمد که گفتیم برای مردها یگانه از زر و زیور انگشتر جایز است، اون هم انگشتر از نقره باشد، از طلا نباشد و دیگر از آهن و دیگر چیزها رو جایز است یا نیست. اینجا گفتیم جایز نیست، نه گردنبند نه خودی گوشواره ها، اگرچه از نقره باشد هم گردنبند برای مردها اجازت نیست که کسی به این اجازه نمیدهد. اما عزیزان اینجا رو ببینید که ساعت رو تقریبا تمام علمای معاصر اجازت میدهند، چون در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم ساعت های دستی نبود، در این باره حدیث یا آثار صحابگان را پیدا کرده نمی شود، لیکن چون ساعت هم دیگر زمانهای اخیر یا گفتیم از چیزهای زمانوی هست، جمهور علمای معاصر میگویند ساعت برای مردها باکی ندارد، البته به شرط آنکه از طلا نباشد، و ساعت که فقط برای سنجیدن وقت دیده می شود اینجا می شود از آن استفاده کرد. اما اگر شما دیدید که ساعت از طلا هست یا برای فخر خیلی قیمت بها است، در اینجا جایز نیست، چون اگرچه زر و زیور باشد هم نمی شود که اینجا اگر برای فخر باشد از وی استفاده کرد. اینجا سوال دیگر آمده است که در اکران اینجا برآوردند: ازرة المسلمی الی نصف ساق و حرج ما فی بینه و بین الکعبین. اپا این حدیث را امکان باشد شرح دهید. حدیث درباره خودی لباس مردها پرسیده ایستادند که در اینجا خیلی حدیث زیاد است، در صحیح بخاری هم که ما اسفل من الکعبین فی النار گفته آمده است، لباسی که از کعب پا یعنی بجلک تو دو استخوان دو پهلوی پای درازتر باشد اون انسان در دوزخ است. حدیث آمده است. و در حدیث دیگر هم آمده است که هر کسی که یا جورو ثوبه و ثوب الخیله یعنی لباسش را با فخر و با تکبر دراز میکنه در دوزخ است. و اینجا احادیث با همین معنی خیلی خیلی زیاد است که هر لباسی که از بجلک پایان تر باشد انسان را به دوزخ داخل میکند و این لباس لباسی متکبران است. لیکن
همین حدیث رو وقتی میشنوند ابوبکر صدیق میپرسند که پیامبر الله، گاهی میشود که من نخواسته، چون خیلی انسانی لاغر بودن، لباسم به زمین میرسد، آیا من هم به این حدیث داخل میشوم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لست منهم، تو از آنها نیستی. و این چنین در حدیث دیگری آمده است که بار پیامبر صلی الله علیه و سلم لباسشون به زمین میرسید و دویده دویده به نماز کسوف می رفتن وقتی که ماهتاب پیش آفتاب رو گرفته بود. و حدیث های دیگر هم آمده است که وقتی که لباس دراز شد و از فخر و خیالا، یعنی با تکبر آن را پوشیدید، یا غرضی پوشیدن لباسی دراز شما تکبر بود. و اینجا بین علما اختلاف است. بعضی از علما میگویند عموما هر لباسی که از بجلک پا پایانتر باشد این گناه کبیره است و جایز نیست. بعضی از علما میگویند فقط مکروه است. بعضی از علما میگویند باک ندارد، برای اون که حدیث درباره نفران متکبر آمده است. وقتی شما از روی تکبر نپوشیدید هیچ باک ندارد. ولیکن به هر حال وقتی که تو خودی کعب باشد، یعنی تا بجلک پای باشد انسان گناهکار نمی شود، و تا نصف ساق باشد باز بهتر است، یعنی یک وجه بالاتر از بجلک پای. اما از بجلک فرامد بین علما اختلاف است. ایده میگویند گناه کبیر است هر حالت که هم باشد، وقتی شما دیده و دانسته پوشیدید. ایده میگویند احادیث همش درباره نفران متکبر آمده است، فقط به خاطر تکبر خودنمایی باشد که در همان زمان نفران متکبر یا نفران ثروتمند لباسهایشان را به زمین رسانیده میپوشانیدند که این یک نشانه بایگری و فخر آنها بود. برای تکبری جایز نیست، اما از روی خاکساری پوشیدید یا خیلی لاغر هستید و خود به زمین میرسد باکی ندارد. به هر حال چون احادیث درباره منعش زیاد آمده است، بهترش از کعب پایانتر نفراریم که برای مردها هم هرچی از کعب پایانتر است دیگر هم به زمین میرسد و هم زیبا نیست. سوال دیگر: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال این است که مرد می تواند انگشتری از آهن استفاده کنند، مقصد از نقره نباشد، بیژوتری. در همین باره بین علما اختلاف است و اکثر علما میگویند جایز است، برای آنکه وقتی که نهی درباره نقره آمد می شود که درباره طلا آمد می شود انگشتری نقره‌گین کرد یا از آهن یا از مید یا نحاس کرد، فقط طلا نباشد. اما بعضی از علما میگویند درباره آهن حدیث زیاد آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چون اهل دوزخ با آهن عذاب می شوند، این زینت اهل دوزخ گفتگی هستند و بهترین راه در اینجا استفاده کردن از نقره است که در اینترنت هم پیدا کرده می توانید. خود نقره به سلامتی مردها هم خیلی فایده دارد، هم برای بلند شدن ایمونیتت، هم برای دیگر ویتامین ها که نقره به جسم مردها هم فایده دارد. اما اکثریت به آن هستند که باک ندارد، مهم طلا نباشد و به انگشتر زنها مانند نباشد، اگر از آهن یا چیزی دیگر باشد. سوالم این بود که در مسجدی که قبرها باشد نماز خواندن جایز است، مثلا مسجدهای ترکیه؟ این مسئله خیلی وسیع است و هر مسجدی که قول راجحش رو بگیم، چون مسئله خیلی طول میکشد، هر مسجدی که به خاطر قبر بنا کرده شد در آنجا نماز خواندن جایز نیست، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن از نماز خواندن در نزد قبرها را. یعنی در یک جا قبر بود رفتند و در اطرافش مسجد ساختند، به خاطر همان قبر آنجا را مقدس دانستند و مسجد کردن جایز نیست. اما مسجدی بود لیکن به آنجا یگان مرده ای را گرانیدن، در اینجا باک ندارد، برای اون که مسجد در اول بود و بعداً بردند و در آنجا کسی را گرانیدند. و هر حال در ترکیه هم اگرچه در اکثر مسجدها قبر هست، لیکن قبر بیرونتر از مسجد است، یعنی در داخل جایی که نماز میخوانید قبر تقریبا وجود ندارد، در یک خانه‌چه چتر از مسجد است که انشاءالله باک ندارد، برای آنکه از کل نمازها تقریبا میمانیم. اکثریت مسجدها در همون، یعنی در نزد اکثریت مسجدها قبر می باشد. و اینجا عزیزان تا همین جا به پایان برنامه می رسیم و درباره لباس ها با هم صحبت کردیم. اگر موضوعی رو می خواهید که همراهش صحبت کرده باشیم برایتون خیلی مهم است، می توانید در زیر این نوار در خودی نظرها یا کامنت ها نویسید که انشاءالله در خدمت شما می باشیم. تا برنامه های دیگر در پناه الله یکتا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر. این همه در برنامه ترازوی عمل. هر هفته روز دوشنبه ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه در کانال یوتیوبی پیام تیوی.